شطرنج مرگ و زندگی در این خلاصه میشه که این موشک ها رو از دست سپاه بگیرن. شما وارد مذاکره میشید، به نتیجه میرسید، تسلیمشون میکنید، موشک ها رو میگیرید، یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار هرم قدرت رو به هم میزنید، بازی شروع میشه. بنابراین من نمیدونم چرا همه پنیک کردن، چرا گفت مذاکره میکنیم؟ خب باید مذاکره کنه که اینا رو بیاره پایین. مگه با گورباچه مذاکره نکردن؟ آقا با صدام لاس زدن، ماحال لاس زدن، بعد زدن تو سرش، بعد هم دستگیرش کردن، اعدامش کردن. مگه نکردن؟ چرا؟ اوکی. پس بازی ها رو خواهش میکنم دقیق بخونید.